و در هر قطعات اسلامی که او در زیر چکمه های یهود و نصارا باشه، از روی احساسات نشده، از روی بی تجربگی نشده، بدون عمل به فقه حنفی نشده. کسانی که میگن ما مصلحت را ترجیح میداریم، این قبول بکنین که جهاد فرض عینه، این قبول بکنین که کسی که عسکر اسپانیار، کسی که عسکر آمریکا، کسی که عسکر آلمان، هر عسکر متجاوز میکشه مجاهد هست، بعدم بگیم ما میترسیم، ما ترس داریم، ما نمیتونیم حرکت کرده، پیرمرد شدیم، مریض هستیم، هر عذری که میاریم بیاریم، هر عذری که میتونیم بیاریم. اما برای خدا، به خاطر مسائل شخصی خود، برای آرای شخصی خود، فقه امام ابو حنیفه تغییر ندین، آیات خدا تغییر ندین، احادیث رسول الله صلی الله علیه و صحبه و سلم تغییر ندین. حدیثی که در اول خدمت شما عرض کردم، او حدیث ابن حبان روایت کرده در کتاب علم در جلد اول، حدیث نمبر 96. ابن حبان میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که من کتم علما، کسی که علم پوشانید، یلجم لجام کرده میشود بلجام من نار یوم القیامه، به یک لجامی، یک افساری از آتش روز قیامت. امروز اگر مردم ما خبر بشن، سه وقت ما تمام است، ما بیامون خیلی حرفا داشتیم که میخواستیم بگیم، خیلی مسائل بود که میخواستیم بگیم. امروز اگر مولای امام ما سر جوان ما رو باز نمیکنه که اینا عدو الله و عدو رسولن، اینا هرگز دوستان خارجی ایمانی هستند، دشمنان پیغمبر خدا هرگز دوست خارجی ایمانی است، اینا هرگز موحد ما نیستند، اینا انواع تجاوزات به ناموس مسلمان ها در داخل کشور، در خارج کشور، به قرآن کریم، به پیامبر، به هر چی که به نظر شما میایه، هر نوع معنویت که شما در اینا انواع اهانت میکنند، اینا دوستان شما نیستند. کسی که در کنار این نیسته، کسی که معاون این میشود، کسی که جاسوسی برای این میکنه، او کافر نیست، اما فاسقه. اگر علما، وقت ما تمام بود، اگر اجازه باشه فقط 3 دقیقه دیگه ما حرفا تمام میکنم، چون حرفا رو خلاصه تر میخوایم. اگر علمای تو برای جوان ما در مسجد، در مکتب، در هر جایی که بگیر او میشه و جوان مسلمان برای تو واضح و شفاف بگه که برادر جان، شرکت کردن در اردوی ملی او خدمت کردن برای من نیست، او یک اردوی ساختگی خارجی که اگر امروز پیپ دلار قطع شد وجود نداره، او خدمت برای غربی است، او عسکر ما تو نیستی، گناه کبیره فاسق بشی شرکت نکن. آیا گمان شما جوان مسلمان شرکت میکنه؟ هرگز شرکت نمیکنه. علما، بزرگا، مشایخ یک تقاضا دارند، نترسیم، این سنت ترسر، این سنت مصلحت بشکنیم. به خدا قسم تا خون ما بر روی همین منابر ریخته نشود، تا ما مثل وقت روسا دسته بندی نشیم. این مردم حرکت نمیکنه و این مردم اتفاق پیدا نمیکنه. امروز اختلاف مردم از ماست، به خدا شرکت این مردم در حکومت از ماست. من هیچ وقت او کسی که او مجاهدی که در حکومت شرکت میکنه اون ملامت نمیدارم، ملامت خود میدارم که نرفتم و نگفتم که به خدای راه خطایه، نگفتم که خدمت یهود و نصارایه، نگفتم که امریکا یا پسر موهای روسایه. مجاهد